شاید خاص‌ترین، قشنگترین سوال کنکور ریاضی 1402 همین سوال بوده. واقعا سوال سختیه. نگاه کنید با این اطلاعات مسئله و اینکه این آلفاست این سه آلفا، ایسو از من میخواد آیا شما تناسب نیمساز و فرمول طول نیمساز داخلی رو بلدی؟ اگه بلدی با من تا انتهای ویدیو همراه باش، چون خیلی سوال قشنگه. ایده‌ای که به ذهنم میرسه اینه که با این آلفا و سه آلفا کار کنم. اگه از آ یه خط رسم بکنم به طوری که یه دونه آلفا از این ور جدا بکنه، تو مثلثی که درست میشه این خط نیمسازه و میتونم از تناسب نیمساز شروع بکنم. بنابراین کاری که انجام میدم اینه از آ این خط به این شکل رسم میشه، اینجا رو مثلا میذارم نقطه ام به طوری که اینجا آلفا باشه و خب طبیعتا این ور چقدر میمونه؟ 2 آلفا. فعلا همه حواسم روی مثلث ABM که این نیمسازشه. خب بریم سراغ تناسب نیمساز. 8 شده 4، اگه این ضلع 8 قطعش شده 4 نصف شده. بنابراین برای این یکی ضلع هم همین اتفاق میفته. یعنی اگه AM مثلا 2K باشه DM چی میشه؟ میشه K. این خاصیت نیمسازه. حالا میرم سراغ فرمول طول نیمساز داخلی که کار رو به دست بیارم. فرمول چی میگفت؟ میگفت اگه نیمساز به توان 2 برسه میشه ضرب اضلاع منهای ضرب قطعه ها. پس 6 به توان 2 یعنی 36 ضرب اضلاع 8 ضرب در 2K میشه 16K منهای 4K 4 ضرب در K. خب از اینجا 12K میشه 36 و K میشه 3. خب این مرحله اول سوال بود. اینجا 3 میذارم یا بهتره یه خط روش بزنم، این 3 و اینم 6. بریم سراغ مثلث بزرگ. ببین چقدر این سوال قشنگ تر شده. توی مثلث بزرگ هم الان مگه این زاویه 2 آلفا نیست؟ خب این زاویه هم که 2 آلفاست، درسته؟ بنابراین AM هم براش نیمساز محسوب میشه. خب همین کار رو برای این مثلث هم انجام میدم عیناً. ببین این ضلع 8 قطعش چند شده؟ شده 7. AM نیمسازه دیگه. پس نسبتش 8/7. پس باید AC به MC هم 8/7 باشه. یعنی من مثلا AC رو میگیرم 8T و MC رو میگیرم 7T. خب اگه فرمول طول نیمساز داخلی رو بنویسی T به دست میاد، X هم محاسبه شده. خب بریم با هم بنویسیمش. آقا نیمساز داخلیش AM بود که شده بود 6، پس 6 به توان 2 باز هم 36 مساویه ضرب اضلاع 8 8 64 تا، پس 64T منهای 7 7 منهای 49T. خب از اینجا در واقع تی ما میشه 36، اینم که منها بکنی میشه 15، پس میشه 36 15. سادش میکنم به 3 میشه 12/5. جواب من 8 پس x من میشه 8 ضرب در 12/5. خب بچه یه کاری میکنم مخرج 10 بشه. مخرج رو بخوام 10 بکنم باید صورت هم ضرب در 2 بکنم، مخرج هم ضرب در 2 بکنم. اگه صورت ضرب در 2 بشه 8 ضرب در 12 میشه 96. ضرب در 2 میشه 192. مخرجم که 10، 192 دهم میشه 19/2 گزینه 1.